صحابگان کرام رضوان الله علیهم در اونجا بودن، جایی که بزرگان این ملت اسلامی در اونجا بودن. ما و شما یک زیارت میکنیم، تاریخ‌های اونجا رو برای شما بیان میکنیم، پس گشته باز میریم انشاءالله. و مدت سفر ما و شما بین 2 ساعت و نیم ساعت است انشاءالله. و در سفر هستیم، دعای سفر رو بدایتا خوانیم بعد صحبت رو دوام کنیم. بسم الله توکلنا علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون برحمتك يا أرحم الراحمين. خب جان محترم، در بدایت میخواستم به یک چه آگاهی اندازم که اون جاهایی که ما و شما میرویم جاهایی که سرگذشت حیات پیغمبر ما و شما گذشتگی است، جاهای تاریخ پیغمبر گذشتگی است. به همین خاطر در صحبت امروزه ما و شما نام جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد گرفته میشه، چرا که تاریخ پیغمبر رو میگیم، تاریخ بدایت اسلام را که شخل سرچشمه اسلام از مکه سر شد. به همین خاطر نام پیغمبر خدا زیاد گرفته میشه. وقتی که نام پیغمبر خدا که گرفته شود، فرد مسلمان چیکار میکنه برادر عزیز؟ صلوات به پیغمبر. بله، بهترین معلومات ما خود است، چون که امر الهی است. یعنی خداوند از ما و شما امر کرده است که در آیه کریمه در سوره احزاب میفرماید استغفر ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب جان محترم، من از طرف دست چپتون ببینید کوه بلند میبینید، یک کوه بلند علاقه است، کوهی که با پیغمبر خدا در همینجا قرآن نازل شد. جبل نورش همین از برادر عزیز، جبل نور که در بالای همین غار هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در اینجا چیکار میکردن؟ مدت 5 سال عبادت میکردن، از 35 سالگیشان تا 40 سالگیشان. 40 سالگیشان با پیغمبر انتخاب شدن در اینجا از جانب خداوند. وحی آمد به واسطه حضرت جبرئیل علیه السلام و با پیغمبر انتخاب شد. همون کوهی که سوره اقرا 5 آیه سوره اقرا نازل شد یکمین بار در همین کوه است. شما تماشا کردن میگیریم، ما در مورد فضیلت صلوات هم میزنیم. خب جان محترم، الله سبحانه و تعالی چی میفرماید در آیه کریمه؟ میگه که الله و ملائکه هایش با پیغمبر درود میفرستند و این کسانی که دعوای مؤمنین مسلمانی داری با پیغمبر درود میفرستند. یعنی امر الهی است. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که هر یک از شما بر من اگر یک درود بفرستید، یک صلوات بفرستید، از جانب خدا برای همین بنده 10 تا صلوات گفته میشود. اهل علما میگن عجیب است فضیلت صلوات را ببینید که اگر یک انسان مسلمان برای یک برادرش، یک برادر مسلمان برای یک برادرش اگر دعای نیک کند، ملائکه ها میگفتن که آمین و لک مثل ذلک، یعنی آمین و خداوند و تو هم همین دعای نیک تو با تو نصیب گرداند. برای همین آدم دعا کننده چی ملائکه آمین میگفتند. اما اگر وقتی به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صلوات میگوید، از جانب ملائکه نه بلکه از جانب خداوند برای همین بنده همین خیلی درود گفته میشود که درود خیلی طلب رحمت و برکت است برای بنده. خب جان محترم، من از طرف دست چپ همون کوه هست ببینید مردم یک طرفش برآمده هستند. خب این کوه از زمین 606 متر بلند است، بلندی 606 متر از سطح بحر و پای پیاده 2000 قدم است، یعنی تقریبا 2 کیلومتر تا بالای همین کوه است. 2 کیلومتر راه است. من از طرف پیشانی همین طرف بدایت سرشوی کوه بینید، از این طرفش ان لبی جرید مردم استادگی است، همونجا غار است. از این طرف میگذرن اون طرف میگذرن، بعدن چیکار میکنن؟ یک زیارت میکنن، جای تماشا میکنن، میفروین. این رو کوه نور میگن، چون که با نور قرآن همین کوه مشرف شد. یکمین بار 5 آیه سوره اقرا با پیغمبر ما شما علیه السلام چیکار کرد؟ قرآن نازل شد که جناب رسول الله صلی الله علیه و در این کوه مدت 5 سال یک میامدن عبادت میکردن، از بالای این کوه نظر میکردن به آسمان ها و زمین ها و کوه ها و میگفتن اینها یک خالقی دارن. عبادت پیغمبر ما شما عبادت روحانی بود، یعنی اندیشه کردن در خلق خدا، چون که پیغمبر نبودند، نماز چه خوانده می شود نمیدانستند. عبادت پروردگار را یگانه برای چی؟ برای همون شناختن مخلوقاتش. به معنی که وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و میاد اینجا 20 شب یک مثلا 20 روز 30 روز میستند، روز میگردد میره به خانه‌اش، زندگی داشت، اهل و عائله داشت، جوانیاش از 35 ساله است، کار و بار زندگی دارد. در مدت 5 سال یک می اومد و یگان ما میستاد و میگشت میرفت. عبادت چون همیشه بود، عبادت روحانی میگن و مدت 5 سال همیشه کردن. و در این مدت 5 سال چیکار میکردن؟ عبادتشان اندیشه کردن در خلق خدا. من به آسمان نظر میکنم که همین آسمانی که ما شما میبینیم، این آسمان در 24 ساعت چند نمود رنگ میگیرد و این آسمان اینقدر کلان و بلند، خب سقف همین زمین است، پتلاک همین زمین است، به پایه در بالای زمین ایستادگی است، بر زمین نمی افتد.
این کارها انجام می‌یابد. در این 24 ساعت این آسمان با صفا چند نمود رنگ میگیرد. سحر رنگ خودش را دارد، عبید رنگ خودش را دارد، بیگاه رنگ خودش را دارد. شب میشد این آسمان با صفای کبکبود تاریک میشد، از تاریکی ها اینها ستاره ها پیدا میشود و ماهتاب در یک ماه کم میشد و زیاد میشود. خب آفتاب سحر میبراید و بیگاه باز چکا میکند میدراید، یعنی غروب میکند، شروع و غروب. خب اینها را کی خلق کرده است؟ با امر کی اینها این کار رو انجام میکرد؟ همون خالق رو و هم امر کننده رو عبادت میکرد، اونم الله سبحانه و تعالی است. یعنی این را عبادتی چی میگن؟ اندیشه کردن در خلق خدا، فکر و اندیشه و تأمل کردن در خلق خدا. بعدا وقتی که خوش میگیم از صورت رو در ویدیو نمیگیرم، به خاطر یعنی این رأی ما است، به خاطر خوش میگیم صورت نگیرم. خب وجه محترم گفتیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در همین کوه می اومدن عبادت اندیشه کردن داشتن، یعنی در خلق خدا اندیشه میکردن، یعنی فکر اندیشه میکردن، همین طور خداوند را عبادت میکردن. چون که در اطراف کعبه بت پرستی ها بود، از این چیزا ناراحت میشدن. بعدا می اومدن در اینجا چیکار میکردن؟ میخوام مدتی 5 سال یک می اومدن 20 روز میستادن و میرفتن، یک ماه میستادن و میرفتن. وقتی میگه با 40 سالگی که قدم که ماندن در همین کوه بودن، از جانب خداوند حضرت جبریل آمد. میگه در این کوه بودن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اکدا گفتن که طرف اوست. خب میگه که وقتی که در این کوه بودن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه یک مخلوقی نزد در آمد، یک شخصی میگه بسیار کلانجیزم و عیبت و آمد و به من امر کرد اقرا گفت و سیاست میگه در جمعت من انا بقارئ، گفتم من خواندن نمیتونم. میگه آمد و مرا قشاق شد، سخت زیر که در قشاقش میگه بیهوش شد. در زمین من میگه یک مدت ایستادم، پشم با سر زد، بیرون بالای سر می‌ساد. باز مرا گرفت، باز امر کرد که بخوان. تو کی هستی؟ چی هستی؟ من خواندن نمیتونم. پیغمبر ما شما علیه السلام شخص امی بودن. امی شخص رو میگه که حرف رو خواندن نمیتوند و حرف رو نوشته نمیتوند. من خواندن نمیتونم، چیزی هم نیست بخونم. میگه دین با قچاق شد، میگه با من سخت زد کردم بهش. 3 مرتبه میگه پیغمبر خدا این مخلوق میگه ما رو امر به خواندن کرد و 3 مرتبه میگه چی؟ ما رو در آغوش خودش بهش کرد. بعدا در مراتب چهارم این چیزها رو با من چی تلاوت کرد که امر خدا بوده است که الله سبحانه و تعالی من در اینجا این آیت را نازل کرد، سوره اقرا. خدا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خدا در این آیه کریمه چی میفرماید؟ میگه بخوان به نام پروردگاری که تو را خلق کرده است و تو را از یک خونپاره و گوشپاره خلق کرده است. که انسان وقتی که در بطن مادر باشد چی مرحله ها را میگذرد؟ اول آب است و بعدا خونپاره میشد و بعدا گوشپاره میشد و بعدا یک جسمی چیفلکی پیدا میشه در جوان، بعدا یک چیز در اون روح که پخ شود 9 ماه پیش با یک طفل زیبا به دنیا میاد. خدا میگه بخوان به نام پروردگاری که تو را خلق کرده است و تو را از یک خونپاره و گوشپاره خلق کرده است. بخوان خدای تو کریم است، تعلیم داده است، تو را به قلم تعلیم داده است. انسانی که ما لم یعلم، در اصل انسان جاهل است، خداوند علمش میکنه. در اینجا خداوند چی؟ 2 سلاح علم رو ذکر کرد، یکی خواندن است و یکی نوشتن. که انسان اینها رو از خود کند، علمها رو میتونه که دیگر علمها رو از خود کند با واسطه اینها، با واسطه خواندن و نوشتن. و این دلالت میکند که این امت محمدی علیه السلام امتی باید جاهل نباشد، امت عالی باشد، باید امت عالی باشد. چی که خداوند اینها را امر به خواندن و نوشتن کرد. و ببینید الحمدلله که این امت چقدر پیشروی کردگی است. این امت آخر زمان من ببینید در یک بودکشتگی تگی 40-50 نفر در سلطنی در مدت کوتاه اینقدر روح را پی میگیرید. این فضیلت رو خداوند داد برای این امت که چی؟ از خواندن و نوشتن این چیزها را به دست آوردید، علمها را به خواندن و نوشتن به دست آوردید. این برای مردم است، تقسیمش میکنیم. خیلی مانیم برای که گپ چی نشود و فرامدن روز عرفات میفرویم بعد کسی که بخواه میگیره. خب یک لحظه بسید آب ولی آب خب خب جا مطلب مجلس انا خالای دادم
خب آجای محترم و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این آیات با من نازل شد. اگر آب گفتنی باشین نبودم خب بجا منتر یک کارکترش تقسیم کنیم یک کارکترش رو از عرفات رو میرم جمعه که علی شما رو جشن کنیم بعد بگیریم بگیریم افتاد خب این برادر حاجی پرسیدن که کیها نمیبراییم خب برادر جان برآمدن هر یک رو بین 4-5 ساعت وقت میگیره هر یک رو 4-5 ساعت وقت میگیره و اینجا مثلا شما ماشاءالله یوش هستید بعضی برادر دیگه یوش هستن اینها کنه برآمدن شما هستید کلانسال ها هستید اینها 4-5 ساعت انجام میشه هر یک رو اگر خیلی برآمده گوش کنید یک لحظه حالی گپ بکنید و کجا بعد گوش کنید وقتی که اگر یک تاشا برآمده میفروه خسته میشین دیگه خب یکمش که این روز علاقه مثلا از دست بکنیم ما 10 جور زیارت میکنیم همه اینجا تعریف کردن برآمدن اینجاها اختیاری انسان ها است یعنی کسی که میخواد ببراید بعدا دیگر روزها در وقت سوقینی از آن میهمانخانه‌اش یک تاکسی را میتواند که باید بالای اونجا یک زیارت میکنه و چرا مثلا شرکت این چیزها رو تشکیل نمیکنه چون برادر رو ببینید برآمدن اونجا مشقت ها دارد بعضی ما کلانسال ها داریم بسیاری که بسیار آدم ها مثلا حواس میکنن برآمدنشان مشقت است عذاب میکشند خب مثلا بعضی آدم که فشار دارد کسل دین دارد اگر ما با دکترها مثلا در اونجا مثلا از دنیا گذرد خب مسئولیتش در دوش میشه چون شرکت باید عیبدار میشه که تو روزی مردم برآورد و اما خاطر برآوردن اینجا اختیاری انسان است که اگر خودش که برآمد و مبادا در چیزی دچار شد خودش تحمل بکنه و اما خاطر شرکت این چیزها رو برداشت نمیگیره یعنی ما برداشت میگیریم که زیارت میبریم بعضی جای ما همون که میشه میفرویم میبینیم از نزدیک نه که دور مثل بلندی هاش نه و خاطر که مسئولیت وزمین است برادر جان من یکی از مثال عادی توی ثور میگن توی که با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله او رو انشاء در آخر زیارت میکنه پیغمبر ما شما علیه السلام در همونجا با جاش با حضرت ابوبکر یک ماه پیش تقریبا دو جوان ما برآمدن 5 همین جوان ما برآمدن تاجیکای خود ما از همین کمپانی اوینتور خب 3 تاشا چیز تندور چراغ زد 3 تاشا در اون بالا روزی بارونی بود تندور چراغک زدش در همونجا چشید 2 تاش از دنیا گذشت یک تاش بیماری وزنی شد خب این اگر من برام در همونجا محجور برآمدن مسئولیت در گردن من میشن لیکن این مسئولیت در گردن خود چی است همون حجت شده و اختیار خودش رفته است به همون خاطر باید یکدیگر فهمی کنیم برادر خدا رحمتشان کنند بله خیلی محترم خواهش میکنم اگه آواز رو نگرفتین و خاموشی رعایت کنید صحبت کنید چون که بعد همین صحبت ما نیم کالا بماند خب پیغمبر خدا خب این برادر زد یک خالش هم تشنگی دست خدا رحمتشان کنند دست جمعانه انشاءالله در عرفات بیاد بوده زمین جای دعا صحبت بگیم اینجا بعد دعا میکنیم درش خیلیش برادر خب دوام قصه جناب حاجی محترم همین است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از این که میگه وقتی در این 3 مراتبه مرا بیهوش کرد و 3 مراتبه مرا چی گفت که بخوان از این حالت ها ترسیدم باز امر خدا آمد از این حالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ترسیدن و فرا آمدن و خانه را شد و خانه شد چون که آدم عادی هستن یعنی طبیعی اصلا پیغمبر خدا هستن مکانت و منزلت دارن به شکل شما از همه مثل شخصی که قوت چیز دارن لیکن انسان همیشه طبیعت انسانی خودش رو دارد و چکار کردن از این حالت ترسیدن و امر خدا که می آمد در بدن مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله پیدا میشد از این حالت ترسیدن فرا آمدن و خانهشان رفتن
کوپه ها رو مادرمون آوردن بالای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نشاندن. یک مدت ایستادن آرام کشیدن اون تبلنده از بدن مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم که رفت. بعدا به خود که آمدن باز مادر میپرسن که کنی گردن چی شد و که در همین حالت دچار شد. حاجی مطمئنه که از معلومات ها من از طرف دست چپتون ببینید و از طرف دست راست ببینید این زواد میاسکم بینت است. در حج فرضی حاجی ها در همین گوسفنداشو کشته میشوند. از طرف دست راست من اینجا ببینید جای پول گوسفندا میشود از اینجا میخرن میبرن در این میاسکم بینت از طرف دست چپ چکار میکنن. من تونلایی که دیده پشت همین کوههای میده که تونل دارد پشت همین خیمه های مینا میشه که در روز عید قربانی سحر عید قربان بعد سنگ زدن و کردن میان موجود در همینجا گوسفند میکشن. البته بسیار شرکت ها از طرف شرکت ها و کمپانی ها خودشان مثلا همون عددی گوسفند ها خریده میشد کشته میشد حاجی سپاره که اون روز خیلی روز مشقت است حاجی خسته میشود و اون احرامش مشقت میشه برای کشتن و همه خاطر همین میاسکم بینت ها برداشت خودشان میگیرن همین وظیفه رو و خودشان میکشن. شخص های امین هستن و صورت میگیرن و میگیرن نکات موجود بعدا حاجی از احرامشون میکنن. من حرکت حاجی محترم از طرف دست راست ببینید خیمه های مینا است. در همین خیمه ها حاجی ها 3 روز عید قربان در آنجا میگذارن. من ببینید درونش خالی است خالی پلاس میپردن در اون روزها پرده هاش بالا کرده دیگه پرده ها رو میپوشونن پرده ها محکم میشود در اون کندیشنر سویت آب همه چیز دارد شرایطش مهیا است. 3 روز عید قربان حاجی در درون همین خیمه های مینا میگذارن. حالا انشاءالله که در آخر سفر ما از عرفات میرویم بعد در درون همین خیمه ها میگذاریم انشاءالله. در درون همین خیمه ها از نزدیکش میخوایم بگذاریم باز نزدیکتر میریم انشاءالله. همچون گفتم از طرف دست درست من این خیمه های بیناد و از طرف دست چپ من زمین کلانه ببینید این مزدلفه است. زمین مزدلفه در حاجی ها شب عید قربان همین خواب میکنن دیگه بین فاصله بین مزدلفه و مینا من این کپر که این بالش میذاره این کپر که طرف زمین مینا است. آن کپر از طرف دست راست ببینید کپر 4-5 در آخر همین مینا است جای شیطان تنزنی همونجا است. باز انشاءالله با درونش اول عرفات میریم و درون همینجا خیلی نگذره میریم انشاءالله و درون خیمه ها باید بگذاریم با خوبتر بگیریم. خب برادر عزیز دوام قصه جناب رسول الله صلی الله علیه و آله همین است که پیغمبر ما شما علیه السلام وقتی به خود که آمدن مادر ما خدیجه پس یکی کنی گرد زنید مرد چی شد شما گفتید در کوه بودن به همین حالت دچار شدم شخصی آمد مرا 3 مراتبه امر به خواندن کرد و 3 مراتبه مرا چی؟ یعنی امر به خواندن کرد و بهوش کرد در آغوش خودش یعنی در مخچه خودش و در مراتبه 4 همین چیزها رو به من تلاوت کرد از این حالتها من هر زنمون آمدن و خواندن و در جواب مادر عزیزمان چی گفتن مادر ببینید مادرهای عزیز خواهر عزیز که باید زنی صالحه چگونه زن باشد زنی خوب. این مادر چی گفتن؟ گفتن مرد شما زیق نشوید شما شوهر خوب هستید پدر خوب هست که به فرزندت پدری خوب میکنید مهمان دوستار هستید به مهمان ها چکار میکنید کمک میکنید. آدمی خوب که هستید خداوند آدم خوب رو هیچگاه خار و ذلیل نمیکنه. آدم خوب هستید و یتیما کمک میکنید و خشت نبار و خشت یعنی سیله رحم دارید و دیگر آدم خوب که هستید آدم خوب را خداوند هیچ گاه خار زلیل نمیگرداند و هیچ گاه تنهایش نمیگذارد و به یگان بلای دچارش هم نمیکنه. همین خیلی دلتی کردن این مادر عزیز ما و شما. بعدا چه کنم بودم بیاید پیش پسر اما که من رویم آدم عالم هستند از اون کس میپرسم که شما در چه حالت شد چون آدم حکیم هستند کلانسال هستند از این چیزها شاید ما خبر باشید. دست پیغمبر و مادر اون خدیجه رضی الله عنها گرفتن و پیش پسر عمک خودشان بردن. پسر عمک مادر ما خدیجه ورقه ابن نفیل شخص 90 ساله بود یعنی پیرانسال کهنسال بودن آدم عالم بودن علم تورات انجیل داشتن. کتاب تورات انجیل حاجی محترم این کتاب های آسمانی است
به حضرت موسی و عیسی نازل شده است و از اون کتاب ها خریستان ها و یوری ها یا که یهودان و نصرانی ها همون شریعت خودشان رو میگیرند. البته حکم این کتاب ها را خداوند بعدا بیکار کرد، منسوخ گرداند. یعنی بعد که قرآن نازل شد کتاب های آسمانی گذشته را حکمش را خداوند چکار کرد؟ بیکار گرداند. پیش این پیرمرد رفتن، از این پیرمرد گفتن که همیشه شوهر ما به همین حالت دچار شد. در جواب این پیرمرد گفت ای محمد مبارک شود و پیغمبری انتخاب شد. اون شخص در تو آمد و تو امر کرد، اون را با این وصف کردگی تو اون را جبریل میگویند. وظیفه‌اش همین پیغمبر چی است؟ رسول الله هست، یعنی ملائکه خدا هست. از جانب خداوند پیام رو به از پروردگار پیام ها را گرفته و پیغمبرهاش میرسانه. بودن تو به پیغمبری انتخاب شدی و در کتاب ها من خوانده بودم در تورات انجیل که از عرب ها به نام احمد شخص پیغمبر میبراید و سوی اسلام دعوت میکند. تو همون احمد بودی، چون که نام احمد و محمد و محمود و حاشر نامهای پیغمبر است که در کتاب های آسمانی گذاشته به همین چیزها شهرت پیدا کرد. از کلمه حمد یعنی سرشکرگزار، یعنی شکر زیاد میکردن و گفتن که تو همون احمد هستی، تو همون احمد هستی. حتی در سوره صف در قرآن ما و شما هم خداوند خبر میدهد از چی؟ از حضرت عیسی که به قومش چی گفت؟ رسول یأتی من بعد اسم احمد، پیغمبر میاد به نام من. یعنی حضرت عیسی به قوم خودش گفت که پیغمبر میاد بعد من به نام احمد. خب آجا به طرف قصه دوام دارن. من از طرف دست راست چپ ببینید، از طرف دست چپ کن ببینید خانه های به نهایت بودنده است. اینجا اکثریت بوی های مکه در همینجا زندگی میکنن. حتی تا پشت همون کوه را خانه های به نهایت کلان شهرچه کلان است. این منطقه را حوالی میگن. از جمله امام های حرم هم در همینجا زندگی میکنن. همون امام هایی که صداهای زیبا داره که از پشتش نام میخورن حلاوت میبره، اکثریت در همین اطراف ها زندگی میکنن. امام های حرم عبدالرحمن سلیسی شوره مهم باید و از طرف در چرتا میدن یک شهرچه کلان است. درون بین 7-8 مسجد منوراج میکنن. حتی پشت بینید این طرف گذشته هستش. این شهرچه کلان و این گرداک است و این گرداک همون کسانی که در کاشانهای حربی کار میکنند برای اونا خانه داشته است. با اهل و عائله‌شون در اینجا زندگی میگیرند، در خدمت خلق هستند و از جمله در خدمت حاجیان. همون عسکرانی که میبینید در اطراف حرم در خدمت حاجی هستند که همه را به ترتیبات می‌دارند. خانه های همه هست. این منطقه را عوالی میگن. این منطقه را کوچه های عوالی. هنگامه خونه که من اصلا در پایان این کامپیوتر از طرف دست راستان یکی از امام‌های حرم خانه شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم همین است که بعد از اون پیرمرد همین خبر دادن که شما با پیغمبری انتخاب شده، یک مدت دعوت به سوی اسلام در شهر مکه میکنید، اما قوم تو را ای محمد از این شهرت سر میکنند، پیش میکنند و پیغمبر خدا زیق شدن بوده که اول مخرجی هم من را از شهر پیش میکنند، چون که مکه را به نهایت دوست می‌داشتن. حاجی محترم پیغمبر خدا علیه السلام مکه را به نهایت دوست می‌داشتن که حتی شبی که از مکه میگه هجرت کردن، از بلندی‌های کوههای مکه به طرف شهر مکه نظر کرد که ای مکه گفت قسم به خدا دوست داشتنی شهر در دین من تو هستی. اگر که قومت مرا از تو پیش نمیکرد هیچگاه تو را ترک نمیکردم. اشکی دیده کردن و سوی مدینه منوره رفتن. خوشا به اهل مدینه بهترین شخص را در خودشان مهمان خواندند و بهترین شخص را در خاک خودشان سپاریدند. مدینه منوره شد چون که به نور رسول الله صلی الله علیه و سلم منور شد. بله. و پیغمبر خدا میگه از پیش این پیرمرد خیلی خوشحال شدن که به پیغمبر انتخاب شدن، برآمدن رفتن خانه‌شان. باز خبری آسمانی انتظار بودن که ملائکه بیاید و امر میکنند از جانب خداوند. یک مدت میگه نه آمد و زیق شدن. پیغمبر خدا خودشان سرزنش میکردن، میگفتن محمد کار خوب نکردی، کاش که در روز صبر میکردی و اون امرها رو بچه میرد. میگه که از روزها میگه در کوچه های مکه روانه بود، صدایش شنید، یک کس فریادش میکرد یا محمد ای محمد ای محمد ای محمد.
میگه فریاد هم میکنن کسی نیست، کسی رو نمیبینم. طرف دست راست کسی نیست، طرف دست چپ میبینم کسی نیست. پشت هم اهمیت میده میگه کسی نیست. اما در روپرو میگه در روپرو دیدم بین زمین و آسمان یک مخلوق بی نهایت کلو میگه در بین زمین و آسمان در بالای یک کرسی نشستگی بود. یک مستل که کریسته نشستگی بود. میگه این رو دیدم من ترسیدم. اون حضرت جبریل در صورت شخصی خودشان آمد. که پیغمبر خدا میگه شب معراج قد سفر کردن حساب کنم میگه 600 تا قنات داشت، یعنی اینقدر مخلوقای کلام در اون کو در صورت انسانی و در اینجا در صورت بار در صورت شخصی داشت. حاجی محترم من از طرف دست راست چپ تا میدم یک ستونچه مثل دروازه شهر من از طرف دست راست و از طرف دست چپ بالای کو من همین ستون دیدید حاجی محترم تا همین ستون حاجی محترم از همین ستون در اون طرف اگر ما نماز خوانیم نماز ما و شما 100,000 نماز برابر است و از این ستون بیرون نماز ما یک اجر است. این کردیت حرام تا همینجا را 100,000 اجر شامل می شود، اما از این بیرون این طرفات رو بخونیم اگر یک اجر است. حرم شریف یک حکم خاص دارم انشاءالله این را آسان‌تر بیان میکنم. واجب محترم من از طرف دستی راست هم بیدم من این دروازه شهر است و در اون شهر برسن ماشین ها هم کنم بینم این چی است؟ دانشگاه ام القرا، یونیورسیته ام القرا که فرزندان همین عربستان سعودی اهل مکه و دیگر شهرهاش در همین آمدن تحصیل علم میکنن. هم دنیوی است و هم اسلامی، هم علم‌های دنیوی داره و هم علم‌های اسلامی داره که در اینجا چیکار میکنن؟ جوان آمدن تحصیل علم میکنن. البته امروز روز شنبه هست، روز جمعه و شنبه در مکه در عربستان سعودی عموما در این عرب دولت عربی روز جمعه و شنبه روز تعطیلی است، عادی است. از روز یکشنبه تا پنجشنبه روز درسی است. یک دانشگاهی چی بود؟ ام القرا که بعضی مردم هم از دیگر کشورها هم قبول میکنن، البته از کشورهای جوانهای از کشورهای مسلمانی را هم قبول میکنن که در اینجا بسپارن زبان عربی میخونن، بعدا خود زبان رشته‌ای که خواهان تحصیل کنن. و در مقابلش از طرف از چپ تا میره حاجی محترم این زمین تازه در کوه برن زمین عرفات است. زمین عرفات که از زمین‌های مهم حج فرضی است که در حج فرضی هر یک حاجی باید در اینجا باشد. انشاءالله ما شما از نزدیکش میریم در اونجا کوی رحمت میگن نزد همون کوه میایستیم و میفریم از اتوبوس نزد همون کوه میریم اینجا صحبت میکنیم انشاءالله. خب خب از این محترم من یک جور تاریخی دیگر است پیش رو خراب دیدیم خیلی از طرف دست راست میاد پایان همین کوپر که بینید یک ماشین کهنه است دیگه حوالیش هم بینید پر از درخت خرماش که البته سوختگی است از همین کوه سر میشه از همین ماشین سر میشد تا پایان همین کوپر بلند میمونه و این باشی میرود همین وادی را وادی نامان میگن. خب وادی نامان و قصه همینه که ما شما همینجا بودیم که دریاچه همینجا بودیم برای تونست همین وادی ناماده هم بودیم ای جیده آمده نه برادر جان هم بودیم که منم در یادم نیست لیکن میگوش وادی نامان همین است که حاجی محترم هر یک پیش از این قصه وادی نامان رو بزنیم پیش از این چی رو بزنیم هر یک فرد مسلمان پرسی که برادر عزیزم خواهر عزیزم از کدام زمان مسلمان است در جواب چی میگوید؟ سوال برای همه شما از کدام زمان مسلمان هستید؟ بگویا جی؟ از زمان تولد شکما تمام رأی بگید بگویا جی؟ کشم نگه کدام از کدام زمان مسلمان هستید موجه محترم؟ بعد مدفعه بزنید چیز گوش کنید برادر جا گوش کنید حاجه محترم مادر عزیز و مادر عزیز همین ندانستن عیب نیست علم رو نگرفتن عیب نیست یعنی یک انسان اگر که یک چیز نداند بگه نمیدونم یا که دانه دیگه همینش هم بدانه توغلی هم میشه خطا میشه چی کنه میکنن هیچ باقی ندارم عیب نمیشه یکی علم رو که نگرفته عیب میشه چرا که علم رو نگرفتش این است اما خاطر چیزی که در ذهن در بگو از کدام روز مسلمان هستیم توغلی باشه بگم توغلی هست توغلی نباشه توغلیش بکنیم موافق حدیث ها باید فایدت های کریم خب بعضی ها میگه که از روز تولد بعضی ها میگه که از روز که در کشم اعضا گفتن
بعضی میگه که از روزی که مثلا عقل به جای رسیده، بعضی میگه از روز ازل. خب جوابش این است که از روز میثاق، از روز میثاق، المیثاق، المیثاق میگن. خب المیثاق که روز میثاق چی است؟ این رو پیغمبر ما نازنین ما شما علیه السلام در حدیث‌های مبارکش شرح دادن. گفتن روز میثاق روزی بود که خداوند الله سبحانه و تعالی با آدم علیه السلام رو در روی همین زمین امر کرد. ای آدم تمام فرزندات رو از پشت فرو بردار، تمام ذریت رو از پشتت برو، تمام فرزندایی که از پشت تا روز قیامت بیاید همش برو. یعنی همه ما اول در پشت بابا بوده، بعدا از پشت بابا ما با پدرها همیشه گذشته آمدن میکنیم، از این فرزند به این فرزند همیشه آمدن میکنیم، این خیلی ما نسلمون بگذارد. اما یکی باره از پشت بابا همه ما برآورده شده، میگن از پشتش برآورد مثل کورچه خود دکک کرد، همش در همین وادی نعمان کاشت، در همین وادی نعمان همیشه ریخت مثل کورچه در عالم دانه بودیم. و خداوند میگه در اینها عقل جای کرد، یعنی ما شما عقل داد تا که صاحب خطاب شد، یعنی با اینها گفتگو کرده شد. و خداوند پرسید از ما شما الست بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه ما شما در جواب میگی بله والله تو پروردگار نیست. قالوا بله، آیه کریمه است. همه ما شما از کدام ملتی نمیشه، تاجیک است، ازبک است، روس است، امریکایی است، افریقایی، همه فرزندان آدم و یک جواب از خدا جواب داد بله والله تو پروردگار هستی، تو خدای هستی، غیر از تو خدای نمیشه. و در دوام صحبت خدا میگه که ای بندگانم بر بالای سر خودتون شهید باشید تا که روز قیامت آمده نباشه که ما هیچ نمیدونستیم و فراموش کردیم، غافل بودیم، حضورهای شما رو قبول نمیکنیم. و خداوند میدونه که بندش فراموش خاطر است. همین طبیعت ما و شماست که باید فراموش کنیم. من برادر جان بعضی کارهایی که نکرده برای منظم نیست، بعضی کارهایی که نکرده نیمش دریا نیست فراموش نکنیم. چرا؟ خداوند همیشه خلق بندش است. و این مثلا انسان، چرا کلمه انسان رو انسان میگه؟ عربا میگه و منصوب الانسان الا مثل قاعده لغوی است. انسان رو چرا انسان نامیدن؟ چون که فراموش خاطر است. یعنی یک انسان میگه نه انسان به معنی یک شخص رو میگه ای برادر ای انسان میگه معنی ای فراموش خاطر بشه. و خداوند همین چیز در این بنده هست دارید دانست خلق فراموش خاطر رو. چرا؟ چون که ببینید چقدر عزیزها رو ما از دست دادیم، پدر و مادر و بابا و بیبی که در بغل‌های ما با خودکک کلامش دید و دهان خودش چیزی نمیمونه و دهان ما میمونه، شیرینی باشد و دیگر باشد. امروز در بین ما شما نیست، خدا رحمت شد. اگر اینها در ذهن ما 24 ساعت خواب خورد ما زندگی کرده میتونیم؟ نمیتونیم. چقدر پرابلم ها رو از پشت سر کردیم. اینها اگر در ذهن ما 24 ساعت خواب خورد زندگی کرده میتونیم؟ نمیتونیم. ببینید یک کسی ما اگر یک عزیزی ما از دنیا بگذرد 7-8 قضیه هیچ خورده نمیتونیم، خواب کرده نمیتونیم. دو یک پرابلم اگر دچار شد روزهاش قطع خواب کرده نمیتونیم. لیکن خداوند بنده‌اش رو فراموش خاطر کرد تا که همون مشکلاتش و همون چیزها رو فراموش کنه که چی زندگیش با شیرین شد، دوام زندگی شد. چون این دنیا دنیای مشقت است. وطن ما و شما جنت اینجا نیست. این وطن هست، تاجیک است، ازبک است وطنش، لیکن وطن مشقت است. ما اعتراف میکنیم وطن ما دوست می‌داریم، لیکن وطن مشقت است. وطن اصلی هر یک ما و شما فرزندان آدم چی است؟ جنت است. چون بابا آدم علیه السلام یک جایی که وطن دار شد چی بود؟ جنت بود. و بگویم که خداوند انسان را فراموش خاطر کرده. و همه خاطر بدونه که فراموش خاطر در کتاب‌های آسمانی گذشته، تورات و انجیل و زبور و امت‌های گذشته همین واقعه روز میثاق خبر داد که همین عهد رو من از شما گرفتگی وعده را و با امتان حبیب محمد صلی الله علیه و در قرآن کریم همین واقعه رو خبر داد. و پیغمبر نازنین ما شما علیه السلام از دلسوزیش با ما شما در حدیث‌های مبارکشان همین رو شرح دادن که همین واقعه روز میثاق در شهر مکه شده است، در وادی نعمان شده است، در روبروی زمین عرفات است. این زمین‌های عرفات از کجا می‌کنه؟ ما که به زمین عرفات در آمده. بله. و چی است میثاق؟ یعنی وعده دادن نزد خداوند که چی ما یک خودت رو میشناسیم، یک خودت رو عبادت می‌کنیم. و اما خودت از کدام روز مسلمان هستیم و جا محترم؟ از روزی میثاق. از روز تولد و از روز میثاق. روز میثاق به معنی که روز
ما در نزد خداوند در عالم دانه بوده، از پشت بابا ما برآورده شده، در نزد خداوند چی وعده دادیم که عهد بسته که غیر از الله نمیشناسیم، غیر از خدای را عبادت نمیکنیم، همین وعده رو دادیم. از امروز ما همه ما شما مسلمان هستیم و همه خاطر پیغمبر نازنین ما شما علیه السلام میگه که کل مولود یولد علی فطره، هر یک مولود، هر یک نوزاد در فطرت سالم خودش تولد میشه، یعنی مسلمان. اگر پدرش کدام کافر نباشه، همین فرعون فرزنده باشه، فرزندش مسلمان اول تولد میشه. بعدا پدر و مادر سبب میشه که اون فرزند یا کافر میکنن یا خریستیان یا یهودی یا چیزی باشه یا مسلمان نه. همین چی میگه اهل علم میگه چی وقتی که یه مثلا من اینکه یعنی مسلمانش نگرده، چون اصلا مسلمان تولد گرفت. پدر و مادر سبب نمیشه مسلمان شه. پس سبب میشه که اصلا خود مسلمان تولد گرفت فرزند. یکی پدر و مادر سبب کافر شدن فرزندش میشه. چون خودش کافر باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، دیگه چیز باشه، سبب فرزندش به همون تربیت میکنه و همین میشه. اما نگو که مثلا مسلمانش میگه، چون اصلا مسلمان تولد گرفت، یعنی هم فرزند آدم مسلمان تولد میشه. از فرزند کدام کافر سرسخت نباشه، مسلمان تولد میشه. خب اینجا محترم ما زمین عرفات در آمدیم، اون در پشت یک کوهک بود، ما گذشتمش، باز یک اتوبوس یک جا مناسب در میایستد و بعدا چیکار میکنیم؟ میفرویم، نزد همین اتوبوس جمع میشویم، یک جای خب از روز میثاق تا خب جون طرف خواهش میکنیم یک لحظه سر و سامانه شد. از اتوبوس میایستد، همین گوش که یک قاعده از سمالیات میشه در اتوبوس تا در همین در اطراف هم اینجا مردم هجوم میستن در حج فرضی. مانای خانه‌چوها که می‌بینید جوارخونه است و این صندوق‌ها سطحی که می‌بینید اینو جای همون سویت است در حج فرضی حاجی‌ها در همین زمین عرفات همینجا را پر می‌شود، چون که عدد حاجی‌ها تقریبا از 4 میلیون زیاد آدم میاد در اینجا، یعنی هم در اون مثلا در نزد اطراف جبل رحمت جا نمی‌شود، بلکه در اینجا می‌ایستند، بعدا به نوبت بعضی‌هاشون می‌روند یک می‌ایستند دعا می‌کنند و باز می‌گردند در خیمه‌هاشون می‌ایستند اینجا دعا. در عرفات از محترم عبادتش فقط از بعد از پیشی سر میشه تا نماز شما فقط دعا کردن است، فقط دعا می‌کنند حاجی. توبه و ندامت و شیطانی اشک دیده می‌کند از اون در جوانه چه خطاهایی کرد، چیکار کرد، همون اعتراف می‌کند نزد پروردگار و توبه و ندامت شامل می‌کند. و زمین عرفات رو فقط زرد می‌بینید، همین لوحه زرد می‌بینید از طرف در چپ منه تا همین پلاکت گرانیت شد، اون طرف به زمین عرفات بیرون می‌شود. حاجی‌های تاجیکستان برای کوچه از طرف در سرش می‌بینید، من رأیی که در این کوچه می‌رد، اون کوچه رو ترزین کردن و 4 مراتبه بله حاجی محترم خواهش می‌کنم با خاموشی رو علم کنید. خب حاجی محترم پیغمبر ما شما علیه السلام در حیات مبارکشان یک بار حج فرضی کرده و 4 بار عمره و اون حج فرضیشان هم سال 23 سال دعوتشان به سوی اسلام، یعنی 23 سال دعوت به سوی اسلام کردن، آخران سال بود آمدن حج کردن و اون را حجت الوداع و خطبه الوداع میگه. حج وداع و خطبه موعظه وداع یعنی خیر نباشد. چرا؟ چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد این حجشان و مدینه منوره رفتن و
بعد 40 شبانه روز از دنیا گذاشتن علیه السلام. و در اون آیت هم نازل شد که اون دلالت میکنه که چی اجل پیغمبر خدا به نزدیکی رسیده است. چون این آیت را پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تلاوت کردن از